سلام بچه‌ها، من امیرحسین هستم و اینجا کانال چالش های کلافه. اگر من بتونم اسکینی که داخل اکانت شما هست و درست بزنم، شما از این ویدیو میرید بیرون یا حذف میشید. بریم ببین سراغ اول اسکین بچه اونایی که چون مطمئنتون بیشترتون حذف میشید. اسکین آرتریو دارم، منظورم تمام آرتریا، تنها آرتری این سیزن آرتریاس نیست. اگه هر کدوم از کلن آرتریو داری حذفی، چون مطمئن خیلیاتون حذف میشید چون این سیزن آرتری رایگان میده. پس میتونید با یه لایک مشتی به ویدیو برگردی. حالا میریم سراغ دومیش. ببین اونایی که کلن میتیک دارن، یکی از اسکینای میتیک رو میگم چون مطمئنم الان 99% الان تو همونی. اونایی که تمپلار دارن، آره دایی بدو بیرون، چون تمپلار عظمت زیاد داره. برو بیرون دیگه، این عظمت کار این نداره. بریم سراغ اسکین سوم. اسکین گانزو. تنها گانزوی لجند و کلن تمام گانزو. اگر هر کدوم از گانزو رو داری از ویدیو حذفی، حتی گانزو لجند هم جزوشون میشه. خداحافظ. اما واقعا نمیدونم گانزو لجند رو داری یا نه. و میریم سراغ حدس چهارم. بگم توی حدس چهارم بودیه دوباره خیلی همونم باز حذف میشید. اونایی که ویویار هریس دارن، تمام نوع ویویار هریس دارن. اگر حتی یه نوع ویویار هریس داری، شما از بازی میری بیرون. اما چون واقعا توی چهارم باختی و خیلی به بار نزدیک بودی، میتونی با یه سابسکرایب به ویدیو برگردی. میریم سراغ پنجمی. میخوام یه شات خیلی خفن بزنم. اونایی که این گستا رو دارن حذفن از ویدیو.